درست صحیح است یا حدیث های پیامبر صلی الله علیه و آمده است در این باره؟ برادر سوال بسیار خوب کردی. اگه بازی در این باره گپ زنیم، گپ بسیاره. در باره بدعت یا بدعت نبودنش گپ میرود. بسیاری برادرای هستند که مثلا این کار بسیار رواج دادگی هستند. ابتدای این کار خوب می نمایند که انتهاش کاری بزرگ است. شما نگاه کنید که هر کاری که ما میکنیم باید ببینیم که پیامبر کرده، صحابه پیامبر کرده، ما میکنیمش. یا که امام ابو حنیفه در کتابای فتوا دادگی باشه ما میکنیمش. نه که اگر امام ابو حنیفه نکرده باشه نمیکنیمش. حنفی باشه، حنفی خوب با حنفی باشه. حنفی نیستی هر گپ پیش خودتون نبرید، گپ نزنید. مثال جمعه مبارکه آدمایی که فتوا، بعضی عالما برای منبر فتوا میتونن که درسته بکنه. من در نظر دارم بعضی دوملوهایی که در همین روسیه دوملو هستند، دوملوهای تاجیک در همین روسیه ای بالای منبرها گپ میزنن، ویدیوهاشون هستن. من راستش حیران شدم که اینو ایگیجا دلیل میبرن گپ میزنن. دلیل بر جوازش نیست برادر. برای جمعه مبارک گفتن دلیل بر جوازش وجود نداره. در ظاهر کاری خوب هستن، میگه در حقیقت که دلیل شرعی نداره جایز نیست کردنش. فهموشی در این باره هم گپ بسیاره. اگه ما در این جواز وقت هم کوتاهش قریب 53 مینوت چی رفته است. وقتی برادران هم نگیریم که انشالله در این باره انشالله یکون روز میشود که انشالله نیت ها هست که ما در این باره جمعه مبارک یک نواری خصوصی در این باره ما انشالله ثبت میکنیم. انشالله روز میشود که برای یک جمعه مبارک نگفتن میبرن سلفی گفته بندت میکنن. به خاطر اینکه مثلا مردم یا همین حاجی عادت کردن سخن خوب گفتن میکنن، نه که زمانی میشه که به درجه رواج پیدا میکنن که نمیکردگی آدما را ملامت میکنن، نمیکردگی آدما را سلفی میگن. حالا که ابتداش اینا یک دو سال پیش دمی منطقه ها پنچی عادت کردن مردم، زمانی میشه که برای همین سخن میبرن ترمت میکنن سلفی گفتن. پرهیز بکنه هر چی که همون شریعت میگه، هر چی که خدا و پیامبر میگه که قرآن و سنت و بگیم که آثار صحابه یا که ای قولهای امامای مجتهد. امام ابو حنیفه را پیروی میکنه. قول امام ابو حنیفه اگر دلیل هست، ای کتاب فتوا هست، اگر باشه میگیم خیر هست، ای علما فتوا دادگی هستن مرحمت بکنین، که نباشه خوبش که پرهیز بکنین. اگر چی در ظاهر سخن خوب میتونه صاحبشین روی میگن روز جمعه کشید 40-20 صاحبشین میبیا که جمعه مبارک جمعه مبارک. انا که واز اینتریور اگر او بگیم هیچ گپ نداره یک روز میشه که این درجه فرض واجب ده میرسه. خوبش پرهیز بکنه این کارو. ای میدونه او ای